المپیاد تابستانه پاریس که 26 ایول آغاز یافت و 11 آگوست به پایان رسید، روز 2 آگوست در آخرین روزهای مسابقات المپی دو نماینده آخرین تیم تاجیکستان قو آزمایی کردند، ولی متاسفانه هر دو از مدال‌های المپی بی‌نصیب ماندند. تکواندوچی 26 ساله تاجیک منیره عبدالسلامووا در نخستین رقابتش از قهرمان سال گذشته جهان التیا لورین از فرانسه و در مرحله تسلابخش از رقیب آلمانی شکست خورد. ویکتور رسادن پهلوان 30 ساله از جمهوری یاقوتستان روسیه که حالا در مسابقه های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان هنرنمایی میکند، در مسابقات گشتین طرز آزاد در وزن 74 کیلو دو رقیبش را شکست داده به نیم فینال برآمد، ولی در این مرحله از زاده داغستان روسیه رزنبک جمالوف که تحت پرچم ازبکستان هنرنمایی میکرد شکست خورد. رسادن متاسفانه در رقابت برای نشان برنجی از چرمن ولیف جمهوری اسیت شمالی روسیه که تحت پرچم البانیا به میدان آمده بود مغلوب شد و به مدال ماند و به این ترتیب از 14 عضو تیم المپی تاجیکستان 11 نفرش از المپیاد امساله به مدال به وطن برگشتند و تنها 3 نفر سامان محمدبکوف و تیمور رحیموف در رشته گشتین جودو و دولت بولتایف در مشتزنی یا بوکس میسر شد که در پاریس 3 مدال برنجی به دست بیارند. مخلصان از آن ستایش میکنند که تاجیکستان بار اول در تاریخش در یک المپیاد 3 مدال به دست آورد، ولی منتقدان میگویند این در مقایسه با نتیجه ازبکستان که از المپیاد پاریس با 13 مدال از جمله با 8 طلایی برمیگردد خیلی کم است. قرار است که تیم المپی تاجیکستان صبح 14 آگوست سال 2024 با خسر پاریس تاشکند دوشنبه به وطن برگردد. هواپیمای آنها صبح چهارشنبه 14 آگوست ساعت 8:00 دقیقه در فرودگاه پایتخت تاجیکستان فرود می آید. انتظار می رود که برای استقبال ورزشگران تاجیک در فرودگاه یک مراسم ویژه پرتنطنه تشکیل کنند.